امروز 8 март است و با بهترین تمنیات به مادران و بانوان که جشن دارند برنامه خبری رادیو آزادی را تقدیم شما میکنیم. اما نخست توجه نمایید به سرخط موضوع روز. لحظه در انتظار با افتتاح گذرگاه مرزی ازدیام مردم سرحد تاجیکستان و ازبکستان را عبور کردند. 12 سال شد زنک ای ازبکستان دخترم ازبکستان با جارخورغان با دادرم خواهرم نمیمو هم طرفته. فرمانده امریکایی تاجیکستانро شریک کلیدی در منطقه نامید و مشورت داد که واشنگتن کمک نظامی را به این کشور ادامه دهد. و گزارش از جشنواره شیرینی که در آستانه تجلیل از روز مادران و نوروز در شهر دوشنبه تشکیل شد. من خودم اینجا فطیر قوجک میگوین، من فطیر قوجک، فطیر چهارمغزی، من فطیر قطقط، اینا تنکچه علفی و علفی. صبح امروز یک هیئت بزرگ آوازخوانان و هنرمندان ازبکستان به دوشنبه رسیدند و بلافاصله به تمرین آغاز کردند. انتظار می رود که فردا در پایان روز اول سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به تاجیکستان کنسرت کلان استاره‌های هنری تاجیک و ازبک برگزار شود. در آستانه سفر رئیس جمهوری ازبکستان الکی چندین گذرگاه مرزی میان دو کشور افتتاح یافت و ساکنان امکان پیدا کردند که برای 5 روز بدون ویزا به کشورهای همدیگر سفر نمایند. روز 7 مارت نیز در شهر توز گذرگاه سالهای زیاد بسته بوده را باز کردند و انبوه مردم به عیادت یکدیگر مرز را عبور نمودند. ولی در همین حال طایر سفر و آرزوی کریم میگویند که خبرنگار رادیوی آزادی را به این مراسم مهم راه ندادند. این مردم نه پناهندگانند و نه به جای میگریزند. به سمت گذرگاه گلبهار در مرزی تاجیکستان و ازبکستان شتاب دارند. و گذرگاه مهمی که ختلان و سرخندریا دو ولایت بزرگ را به هم میپیوندد. بعضی‌ها هیجانی شدند چون بعد از سالها عزیزانشان را میبینند. راه مکم بود که راه مکم بود، برای همین نرفتیم. هم شرایط نبود و چی بود، زگرم پگران بود، همه خیلی شرایط نداریم، برای همین نرفتیم. خواهرم هستی، دو تا خواهر هستی، شویم ده اکش هستی، ینگم هستی. گذرگاه گلبهار را 6 سال پیش با امر رئیس جمهور پیشین ازبکستان اسلام کریموف بستند. هزاران نفر از دیدار خویشاوندان خود چی در تاجیکستان یا چی در ازبکستان محروم شدند. روز 7 مارت با حضور رهبران ولایت ختلان و سرخندریا باز شد. خالد شما کجا رفتین؟ نصیب باشد در ازبکستان. ازبکستان میرین شما؟ کی را میبینید؟ وای آچم، هنه آچم. 12 سال شد زنک ای ازبکستان دخترم ازبکستان با جارخورغان با دادرم خواهرم نمیمو هم طرفته. رحمت که هر دو پرزیدنت مملکت همین دوست شده را هوی کرده سیم و منتدار هستیم. حاضر خرسندم، همش خرسنده. نبیره او طرفته؟ نبیره او طرفته. چند تا نبیره؟ نبیره بسیاره اونجا دیم. من که یاری جرام بسیار خش تورم همجا تویش را اومدنیم آویا ببینیم. حالا این مردم حق دارند به مراجعت به سفارت و به گرفتن شناسنامه خارجی به ناحیه‌های مرزی ازبکستان برای 5 روز سفر کنند و یا برعکس ساکنان کشور همسایه به تاجیکستان بیایند. جانم میگم من خودم اصل ازبکستان به تولد شدگیم. من همینجا آخون بابای کتک زمین به من تولد شدگه. گذرگاه گلبهار در شهر توس یکی دیگر از گذرگاه‌های مرزی است که در آستانه سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه باز می شود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. هفته گذشته فرمانده استعداد کلی نیروهای مسلح آمریکا گنرال جوزف ووتل گزارش خود را مربوط به ایران و تروریسم و چالش‌های امنیتی در خاورمیانه نشر کرد. ووتل از جمله در این گزارش گفته است که روسیه به طور افزاینده به نفوذ آمریکا ضربه می‌زند. گزارش مذکور و همکارم عبدالله اشورов مورد آموزش قرار داد و حالا در خط با ماست. عبدالله می‌توانید درباره محتوای گزارش به ما معلومات بدهید چون گفته می‌شود در آن به موضوع تاجیکستان هم داخل شده است.
بله شهلا گنرال جوزف ووتل مسئول فرماندهی مرکزی نیروهای مسلحی آمریکا در رابطه با تاجیکستان هم اظهار نظر کرده است و گنرال ووتل در رابطه با تاجیکستان گفته است که این کشور شریک کلیدی ایالات متحده آمریکا در آسیای میانه است با نظر داشت آنکه تاجیکستان مرزی طولانی با افغانستان دارد و نیروهای مسلحی ایالات متحده در افغانستان مستقر هستند و گنرال ووتل گفته است با نظر داشت این وضعیت مناسبات ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان خیلی خوب پیش می رود، اما روسیه از این روابط نیکی دو کشور چندان خوشنود نیست و تلاش میکند به این ضربه زند، از جمله توسط پهن کردن خبرهای دروغین در رابطه با وضع افغانستان. عبدالله тавре гуфтед генерал вотел дар мавриди дурӯғпароканиҳои русия дар бораи вазъи афғонистон ишора кардааст. оё дақиқан маълум аст ки генерал кадом хабарҳоро дар назар дорад? بله شهلا مقام های رسمی روسیه بارها خبرهای را پهن کرده بودند که بعداً از سوی مقام های رسمی افغانستان رد شده بودند. از جمله طی 2 ماه اخیر مقام های روسیه گفته بودند گویا در افغانستان نزدیک به 10,000 جنگجویان مربوط به داعش جمع شدند و چرخبال های به تمغه و نشان آنها را به منطقه های شمال نزدیک به مرز تاجیکستان و افغانستان و ترکمنستان کوچ می‌دهند. اما بلافاصله مقام های رسمی افغانستان این ادعای مقام های روسیه را رد کرده گفته بودند که شماره جنگجویان داعش در افغانستان 10,000 نیست بلکه حد اکثر به چند صد نفر میرسد، نه بیشتر از آن. با تشکر از عبدالله. تفصیلات بیشتر درباره گزارش جوزف ووتل در سامانه ما www.azadi.org دسترس است و شما میتوانید با آن در آنجا آشنا شوید. бобоҷон бобохонов собиқ доистони кул аз мақомоти вазорати адлияи тоҷикистон талаб дорад ки хонаи сеҳуҷраии ӯро дар пойтахт бозпас диҳанд. ин хона соли 2016 бар асоси қарори додгоҳи исмоили сомонӣ ба ихтиёри вазорати адлия гузашта буд. бобоҷон бобохонов рӯзи 8 март дар суҳбат бо радиоозодӣ гуфт он вақт мақомоти додгоҳ хонаро ҳамчун дороии писари маҳкумшудааш сабт карда ба вазорати адлия доданд, дар ҳоле ки ба иддаои ӯ ин хонаро дар замони доистони кул буданаш харидааст. бобохонов мегӯяд барои исботи ин ки хона моликияти ӯст то ба ҳол ба натиҷае нарасид, вале аз он даст кашиданӣ нест. бобоҷон бобохонов 10 сол аз соли 2000 то 2010 доистони кули Тоҷикистон буд. дар ҳоле ки саноатҳои азими ҷаҳон тадриҷан аз истифодаи ангиш даст мекашанду ба навъҳои модерну камзиёни васоили энержиро меоранд, дар Тоҷикистон баръакс тамоюл ба бозгашт аст. феълан ҳудудан 200 корхонаи сесолӣ дар ин кишвар бо ангишт кор мекунанд ки тахминан сеяки кулли чунин корхонаҳоро ташкил медиҳад. вале рақамҳои баланди сесолотӣ барои сокинони оддии кишвар, онҳое ки дар наздикии корхонаҳои саноатӣ зиндагӣ мекунанд, мояи хушнудӣ нест. чаро? дар гузориши ҳамкоронамон аз настаяши время мебинем. ҳавои ин минтақаи аҳолинишин воқеъ дар канораи душанбе доим ғуборолуд аст. маҳаллаи хуҷамбиё дар байни корхонаи семент ва маркази барқу гармидиҳӣ воқеъ мебошад ки соли 2012 аз ҷониби чиниҳо ва гӯё бо таҷҳизоти муосир сохта шуда буд. ҳар ду ширкат бо ангишт кор мекунанд. حامیان محیط زیست تاکید میکنند که استحصال سمنت بسیار ضررآور است و کشورها سعی میکنند تولید آن را به خارج برآورند. در 4 سال اخیر استحصال سمنت در تاجیکستان 5 برابر بالا رفته است. اگر قبلا تاجیکستان سمنت را از خارج وارد میکرد، سالهای اخیر برعکس آن را به کشورهای همسایه صادر میکند. در کمیته حفظ محیط زیست پرتاب ماده‌های ضررآور به هوا را تصدیق میکنند، اما میگویند آلودگی از معیار موافق شده اکولوژی زیاد نیست. برای استفاده طبیعت مبلغ‌های معین، یعنی پرداخت اکولوژی معین شدگی است، مقرر شدگی است و همه ابیکت‌هایی که به محیط زیست تاثیر منفی میرسانند آنها از روی دستورالعملی موجوده، دستورالعملی که وجود دارد برای حساب کردن پرداخت این کارخانه از روی نمودی تاثیر با مقامات حفظ محیط زیست پرداخت اکولوژی میسپارند. سالهای آخر کارخانه‌هایی که در جمهوری تاجیکستان بنیاد شدند آنها با تکنولوژی زمانوی وارد شدند و
ҳангоми ченкониҳои инструменталӣ аз меъёр зиёд партов дар минтақаи муҳофизати санитарии ин гуна корхона ба қайд гирифта нашудааст. اما با این هم اکولوگان مستقل به بی‌ضرر بودن این نوع استحصالات شک دارند. آنها میگن اگر چنین میبود چین از این گونه شرکت ها خلاصی نمیجست. به گفته اکولوگ ها آنها برای تشخیص تجهیزاتی که در شرکت های مذکور نصب شدند اجازت ندارند. ба мо касе намегӯяд ки ин чӣ гуна таҷҳизот аст ва он аз куҷо ворид шудааст. ба мо мегӯянд ки ҳама чиз хуб аст, вале ягон ҳисоботи дақиқро пешниҳод наменамоянд. яъне амалан ҳамаи мо медонем ки чин аз ин истеҳсоли олудааш даст мекашад ва онро ба кишварҳои дигар интиқол медиҳад. گزارش سراسری اقتصادیات کشور به انگشت به آن معنی است که احتمال تا 40 سال دیگر در تاجیکستان سوزشواری آلوده استفاده شود. این روند میتواند آینده برای محیط زیست تمام کشور فلاکت بار باشد. عقب نماندن از ترندهای جهانی خیلی مهم است و کشور ما نیز سازشنامه زیست محیطی را امضا کرده است. معیارهای معینی وجود دارند که ما باید آنها را در نزد جامعه جهانی اجرا کنیم. بالا بردن اقتصادیات از حساب استفاده انگشت با این طلبات مخالفت میکند. با این همه استحصالات صنعتی در تاجیکستان رشد بی‌میلان دارد. فعلا برای مقامات مسئله درجه اول نه اکولوژی بلکه تامین اهالی با جایهای کاری است. در این قسمت برنامه می رویم با سراغ موضوع نچوری و که 6 سال پیش برای تاجیکستان در بازی‌های تابستانه المپیا از میدان بوکس لندن مدال برنجی آورد. همکارم اسکندر فیروز از این ورزشکار 24 ساله که همزمان وظیفه دولتی نیز دارد درباره فعالیت امروزش پرسید. از ورزش دور شدم با تربیت و شاگرد آوردم. حالا شاگردان دارید؟ بله شاگردان من توانستم در چمپیونات آسیا جایزه داشته و در چمپیونات جهان جای پنجم گیرم و خدا کند که سالهای نزدیک باز موضوع چوری برای دیگه میتونم. یعنی موضوع چوری وی نه؟ نه بله بله. ولی خود دیگر تنها مربی میشه؟ بله من امروز که هم مربی هستم و هم مدیر شعبه ورزش آمادگی به بازی‌های المپیک در کمیته ملی المپیک کار میکنم. همزمان موضوع نچوری و حاضر شد که درباره زندگی خانوادگیش نیز قصه کند و شکل کامل این مصاحبه را شما میتوانید در سامانه ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا نمایید. یک روز پیش از تجلیل روزی مادر در شهر دوشنبه جشنواره برگزار شد که شرکتدارانش هم زنان و مادران بودند. در جشنواره جمهوریوی کلچقند و نان که روز 7 مارس صورت گرفت 10 نفر کدبانو از تمام گوشه های کشور جمع آمدند. همکاران ما هم به این جشنواره رفتند. کلچقند اطلسی و یا گلدوزی، تاج اسماعیل سامانی و رمزهای دیگر ملی. روز 7 مارس در دوشنبه می توانستید این همه را بچشید و در جشنواره جمهوریوی کلچقند لذت بخش خانما. از تمام گوشه های کشور کدبانی ها اینجا بودند. من امروز ما محصولات چپاتی و گردچه و کلچه و اینا از شهر ترسونزاده آوردیم برای پیشکشی مردم. در این جشنواره بر علاوه نوهای گوناگون شیرینی و کلچقند، نانهای رنگارنگ را هم به نمایش گذاشتند که بانوان تاجیک در تهیه آنها بسیار ماهرند. من خودم اینجا فطیر قوجک میگوین، من فطیر قوجک، فطیر چهارمغزی، من فطیر قطقط، اینا و تنوکچه علفی و علفی من این قلمه گرفته اومدیم. مقامات میگویند خواستند با برگزاری این جشنواره آنهایی را پیدا کنند که در تهیه نان و کلچقند مهارت دارند. و هدف از تشکیل و گذراندن چنین آزمون‌ها این دریافت کدبانوهای بهترین و معرفی نمودن هنر اصلی کدبانوگی زنان تاجیک، مادران تاجیک میباشد. باران و هوای تیره هم نتوانست مانع آمدن مهمانان شود که شیفته این همه شیرینی و نانهای گوناگون شدند. اینها منبع مخول است، کلچقندهای زیبا. مثال هر یک نمودهای مثال که ملی خودمون را مثال یکم بار در این رکلامه ها من دیدم. یکی از مهمانان نامبسر در جشنواره کلچقند لذت بخش خانما هم با استفاده از فرصت خواست از طریق رادیوی آزادی بانوان تاجیک را با روز مادر تبریک کند و این فرصت را به او دادیم. همه مادران به این
تبریک و مبارک بود گفته در کارهایشان موفقیت‌های نو من آرزومندم همه وقت زن‌های مهربان و همین مثل همین گل‌های شکوفان همه وقت دائم شکوفان باشند. ما نیز با این تبریکات همراه می‌شویم و شما را فردا در برنامه خبری رادیو آزادی انتظاریم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.